هلو، سلام، به پیج من خوش آمدید. فقط در 20 دقیقه جملات کلیدی انگلیسی رو یاد بگیر. فقط تو 20 دقیقه این ویدیو رو از دست نده. برو بریم. یک، میشود بیشتر توضیح دهید؟ میشه Can you help explain? Can you help explain? بگو Can you help explain؟ بچه explain فعل توضیح دادن. Explain بگو explain more، بیشتر توضیح بده. Can you help explain؟ میشود بیشتر توضیح دهید؟ پس explain یعنی توضیح دادن. مطمئن نیستم تو چطور؟ I'm not sure. What about you? I'm not sure. من مطمئن نیستم. What about you? تو چطور فکر میکنی؟ I'm not sure. Sure یعنی اطمینان. وقتی میگه I'm not sure یعنی مطمئن نیستم. What about you یعنی تو چطور فکر میکنی؟ بعدی، جالب است. برای ما بیشتر توضیح بدهید. That's interesting. Tell us more. بگو باحاله. That's interesting. Tell us more. بچه tell us یعنی به ما بگو. us بعد از فعل میاد، در واقع ضمیر مفعولیه. more هم یعنی بیشتر. That's interesting. یعنی جالب. That's interesting. Tell us more about it. مثلا درباره این. کسی میتواند یک مثال بزند؟ Can anyone give an example? بچه example میشه در واقع مثال. ان قبلش میاد چون حروف صدادار exam قبلش ا نمیاد، ام میاد. an example. give an example یعنی یه مثال بده. بیامده. Can anyone give an example؟ کسی میتونه به ما یک مثال بده؟ من یک سوال دارم. خب میخواین سوال بپرسید، اولش میگی من یه سوال دارم، مثلا از معلمتون میگی I have a question. یعنی سوال. question. I have a question. Can I ask a question؟ این هم میتونه استفاده کنید. Can I ask a question؟ I have a question. من یک سوال دارم. بعدی میشه به عبارت دیگر یعنی فلان چیز درست است. In other words, that's right. مثلا جای اون جا خالی that's بذارید، مثلا فلان. In other words, right. جای اون جا خالی باید یه چیزی بذارید. حالا تو جمله وقتی میخواین صحبت کنید. In other words یعنی به عبارتی دیگر. In other words. پس شما میگویید so you are saying پس شما میگویید so you are saying مثلا so you are saying I'm not crazy. من دیوانه نیستم. so you are saying پس شما میگویید. بعدی، میخواهم این را هم اضافه کنم. میشه I'd like to add. مثلا میخواید یه عبارت دیگر رو بگید توی مکالمتون، میگید I'd like to add مثلا this. میخوام اینم اضافه کنم. I'd like to add بچه یعنی اضافه کردن چیزی، جمله، کلمه، عبارتی. I'd like to add. میخوام این را هم اضافه کنم. من آن مسئله را درک میکنم زیرا که مثلا I can relate to that because من آن مسئله را درک میکنم زیرا. حالا بقیه جمله رو میتونید بگید because. حالا بقیه جمله مثلا because of you به خاطر تو. I can relate to this because of you مثلا. کاملا درست است. چی؟ I can't agree more. یا I couldn't. اینجا نوشته I couldn't agree any more.
I couldn't agree more یا I couldn't agree anymore. میتونید اینا رو همه رو استفاده کنید. بعدی نکته به جایی است اما That's a good point but That's a good point but نکته به جایی است اما That's a good point but نکته به جایی است اما بچه پوینت اینجا معنی نکته میده، مسئله نکته. Good point یعنی نکته خوب، نکته جالب. That's a good point but اون but کانترستشه، یعنی داره اینجا مخالفت میکنه، میخواد یک جمله ضد بگه. ترجیح میدهم نگویم. ترجیح میدهم نگویم. I'd rather not say. I'd rather not say. I'd rather یعنی ترجیح میدهم. Rather. I'd rather not say. I'd rather not say. ترجیح میدهم نگویم. say یعنی گفتن. وقتی یه not منفی میاد یعنی نگم. not منفیه، منفیش میکنه. I'd rather not say. ترجیح میدهم نگویم. ترجیح میدهم چیزی نگویم. خب در واقع اینجا فرق میکنه با قبلی دیگه. توی انگلیسیش I'd prefer not to say. I'd prefer not to say. I'd prefer not to say. ترجیح میدم چیزی نگویم. prefer هم بچه یعنی ترجیح دادن. I'd prefer not to say. ترجیح میدهم چیزی نگویم. say هم که یعنی گفتن، یه not هم قبلش اومده در واقع منفی کرده جمله رو. I'd prefer not to say. بعداً به شما میگویم. بعداً به شما میگویم میشه I'll tell you later. I'll tell you later. بگو I'll tell you later. I'll مخفف I will. I will tell you later. منظورش در واقع در آینده میخواد بهت بگه، چون will فعل کمکی آینده است. I'll tell you later. پس I'll هم شد مخفف I will برای آینده است. Tell you later. بعدم بهتون میگم. میشود دوباره آن را تکرار کنید؟ میشود دوباره آن را تکرار کنید؟ Could you repeat that? Could you repeat that? That. Could you repeat that? متوجه نشدید؟ مثلا میگه pardon. Could you repeat that? Repeat یعنی تکرار کردن. Could you یعنی آیا ممکنه، با ادبانه میکنه، به جای can you repeat that میتونید بگید could you repeat that. could با ادبانه can و گذشتش هم میشه. Could you repeat that؟ میشه دوباره آن را تکرار کنید؟ فلان چیز یعنی چه؟ میخوایم بپرسید فلان چیز، حالا هر چیزی میخوایم در انگلیسی بپرسید آقا یعنی چه. What does mean؟ جای اون جا خالی میتونید اون چیز رو بذارید. مثلا What does shoes mean؟ کفش یعنی چی مثلا. What does water mean؟ آب یعنی چی. اون به جای اون جا خالی میتونید بذارید. What does it mean؟ این یعنی چی. What does that mean؟ آن یعنی چی. What does this mean؟ این یعنی چی. اینا رو همه رو میتونید تو جا خالی بذارید. از what does جای خالی mean فلان چیز یعنی چه. میتونید اینجوری در واقع از جملات مطلع شید، اطلاعات بگید. آیا شما میتوانید برایم یک نمونه مثال بزنید؟ آیا شما میتوانید برایم یک نمونه مثال بزنید؟ Could you give me an example? Could you give me an example? Example قبلا بهتون گفتم یعنی یک مثال. Example. Could you give me an example? آیا شما میتوانید برایم یک نمونه مثال بزنید؟ از کسی مثال میخواین ازتون اینجوری میپرسه. Could you give me an example? Could you بازم با ادبانه شده دیگه بچه. would وقتی میاد یعنی با ادبانه است، درخواست با ادبانه. چطور به نظر میرسد؟ چطور به نظر میرسد؟ How does that sound? How does that sound? بچه این sound معنی در واقع به نظر رسیدن میده. How does that sound? How یعنی چطور.
does that sound چطور به نظر میرسد. how does this sound آن چطور به نظر میرسد. یا how does that sound. اینا رو همه رو میتونید استفاده کنید. بعدی نظر شما چیست؟ نظر شما چیست میشه What do you think? What do you think? نظر شما چیست؟ What do you think? وقتی که بخواین در واقع از کسی نظری بخواین راجع به چیزی میگی What do you think? چی فکر میکنی؟ بیشتر این معنی رو میده. What do you think? چی فکر میکنی؟ یا نظرت چیه؟ بگو What do you think? نظرتون چیه؟ چی فکر میکنی؟ چی تو ذهنتونه؟ What is in your mind? داخل ذهنت چیه؟ میتونید از این عبارت ها استفاده کنید. What do you think? بگید What do you think? What do you think? شما چی فکر میکنید؟ نظرتون چیست؟ بیا قدم بزنیم. بیا قدم بزنیم. مثلا بخوام به یک کسی بگی در واقع کمی قدم بزنیم باهاش صحبت کنیم میگی Let's go for a walk. Let's go for a walk. Walk یعنی قدم زدن. For a walk یعنی بریم قدم بزنیم. Let's go for a walk. Let's go هم که یعنی بیا بریم دیگه. For a walk برای قدم زدن. Let's go for a walk. بیا بریم قدم بزنیم. Let's go for a walk. بیا قدم بزنیم. روزت چطور بود؟ بخوایم به طور کلی از کسی بپرسیم مثلا در این چند ساعت 10 ساعت 12 ساعت چیکار کردی چطور بود؟ میگی how یعنی چطور. Was your day? How was your day? روزت چطور بود؟ چطور گذروندی؟ How was your day? How was your night? شبت چطور بود؟ How was your trip? سفرت چطور بود؟ میتونید بذارید جمله داخل کلمه بذارید تو این جمله و صحبت کنید. How was your day? روزت چطور بود؟ My day was great. مثلا این در جواب میگه My day was great. روزم عالی بود. من پول بیشتری میخواهم. من دارم پول بیشتری میخوام. پرروه. میگه چی؟ میگه I want more money. I want more money. من پول بیشتری میخواهم. I want more money. من غذای بیشتری میخواهم. میشه چی؟ بگو بلدی. I want more food. خب من طلای بیشتری میخوام. I want more gold. I want more. I want more. I want more money. من پول بیشتری میخواهم. I want more money. من پول بیشتری میخواهم. You want more money. تو پول بیشتری میخواهی. We want more money. ما پول بیشتری میخواهیم. سرویس بهداشتی کجاست؟ یکی از متداول ترین سوالایی که مدام توی فرودگاه ها و فروشگاه ها و پاساژ ها و مالا و مرکزهای خرید میگی Where is the restroom? Restroom. دستشویی. Restroom. Restroom. Where is the restroom? دستشویی کجاست؟ سرویس بهداشتی کجاست؟ یا مثلا میخوایم بپرسید در واقع کیفتون کجاست؟ میگی Where is my bag? Where is my glasses? Where is my ring? انگشترم کجاست؟ این where is the خیلی مهم و کاربردیه. وقتی بخوایم بپرسید از این استفاده کنید. آیا ماهی امروز تازه است؟ آیا ماهی امروز تازه است؟ Is the fish fresh today? Is the fish fresh today? بچه‌ها اینجا سوالیه دیگه. ایزو اول میاره. ایز فعل کمکی مونه. یکی از مشتقات توبیه. به خاطر این ایزو آوردیم که ماهی یه جور مفرده و در واقع جاندار حیوانه. انسان نیست که بخوایم از ام یا آر استفاده کنیم. Is the fish fresh today? Fresh یعنی تازه. Today هم یعنی امروز. Is the fish fresh today? آیا ماهی امروز تازه است؟ آیا ماهی امروز تازه است؟ بعدی میشه ممکن است صورت حساب را بدهید یا بیاورید. ممکن است صورت حساب را بیاورید. May I سوالیه. May I have the bill? May I have the bill?
ممکنه صورت حسابو داشته باشم، ممکنه صورت حساب بدید. May I have the bill please؟ یه پلیز هم بذارید میشه لطفاً. May I have the bill؟ بیل بچه میشه صورت حساب. وقتی میرید رستوران صورت حسابتون میشه bill. May I have the bill؟ ممکن است صورت حساب را بدهید یا داشته باشم. May I have the bill؟ پس bill شد صورت حساب. May یعنی ممکن. May I have یعنی داشتن. برام بیارید. این غذا چقدر تند است؟ این غذا چقدر تند است؟ طرف مشکل داره با غذای تند. نمیخوایم بپرسید که چقدر تند است. میگی how spicy. بچه how spicy یعنی چقدر تند. How salty یعنی چقدر نمکی. How bitter یعنی چقدر تلخ. How spicy is this dish? How spicy is this dish? این غذا چقدر تند است. How spicy is this dish? این غذا چقدر تند است. How spicy. Spicy یعنی تند، ادویه‌ای. sour میشه ترش. sweet میشه شیرین. bitter میشه تلخ. salty میشه نمکی. اینا رو یاد بگیرید که بتونید خوب صحبت کنید. ما چیزی مشترک نداریم. خب هم به طرف مقابل بگی ما چیزی مشترک نداریم. میگی we don't have anything in common. We don't have anything in common. ما چیزی مشترک نداریم. یعنی بعد حالا مثلا میگه we are not in type. ما هم به درد هم نمیخوریم، هم تایپ هم نیستیم. We don't have anything in common. این common یعنی مشترک. میگه ما هیچ چیز مشترکی نداریم. We don't have anything in common. In common خیلی مهمه. این common خیلی مهمه، یعنی اشتراک داشتن، مشترک بودن. We don't have anything in common. ما چیزی مشترک نداریم. We don't belong to each other. ما به هم به درد هم نمیخوریم، به هم وابسته نیست. در تماس باش. در تماس باش میشه keep in touch. Keep in touch please. please هم یعنی خواهشان دیگه. keep in touch در تماس باش. keep in touch میشه در تماس. این keep بچه خود keep یعنی کلمه keep یعنی نگه داشتن. خب میگه keep your voice down. صداتو پایین نگه دار. keep me safe. منو امن نگه دار، مواظب من باش. این keep یعنی نگه داشتن. keep it dark منظورش اینه که سیکرت نگه دار، رازمون رو سیکرت نگه دار، بین خودمون باشه. keep in touch یعنی اینجا یعنی که تو تماس باشیم. من دنبال کیفم میگردم. خب بچه دنبال گشتن، اصطلاح دنبال گشتن میشه I am looking for. I am looking for. بگو I am looking for my bag. My bag یعنی کیفم. یا مثلا میگه I am looking for my book. من دنبال کتابم یا هر چیزی. I am looking for my glasses. I am looking for my tissue. دنبال دستمالم، هر چی. پس I am looking for یعنی دنبال چیزی گشتن، دنبال چیزی بودن. یه در واقع اصطلاح یه جمله بی‌نظیره بخوایم به کسی بگید آقا من دنبال فلان چیز میگردم بهتون کمک کنم. Thanks for watching. ممنون که تماشا کردین. تا اینجا براتون ویدیوهای بهتری میسازم در آینده. Take care of yourself. مواظب خودتون باشید. Thanks for watching. Goodbye. See you later. بعدا میبینمتون. Bye.